سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز تو این ویدیو میخوام 3 تا فیلم ترکی رو بهتون معرفی کنم که از دیدن این 3 تا فیلم ترکی دل سرد نمیشید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ معرفی این 3 تا فیلم جذاب و دیدنی. فیلم اول اسمش است اشرف رویا. فیلم دوم اسمش است داستان یک شب و فیلم سوم اسمش است عشق بی حد و مرز. این 3 تا فیلم جذاب و پربیننده رو حتما بهتون توصیه میکنم برید ببینید، چون اینجور فیلم های ترکی رو پیدا نمی کنید. ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی که براتون میذارم جا نمونید. و حتما سری به کانالم بزنید، چون اونجا انواع فیلم و سریال رو بهتون معرفی کردم. ممنون، تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.